در خون زرینه یونس و مادر عمرعلی نظروی 5 ماهه ففتیده ستمگالوی روز که گویا به مرگ کودک او باعث گردیده باشد پیدا نشد. در این باره به ازیا پلوس مقدس عبدالرحمنова ادوکات زرینه یونسova خبر داد. به گفته او این نتیجه بعد تشخیص خون زرینه که از جانب کارشناسان محلی در دوشنبه گذرانیده شد آشکار شدند. قابل ذکر است که در روز پیش زرینه یونسova به ویکی‌پدیا تاجیکستان دعوت شده در آنجا بیانات نوشت و برای تشخیص از خون گرفته شد. عبدالرحمنova میگوید در ویکی‌پدیا وعده دادند که عریضه یونسova را به همتاهای روسیگی خود جهت بررسی منبع میفرستند. در دوشنبه عاید به این حادثه پرونده باز نمی شود، زیرا چنین پرونده در روسیه علاقه مورد تفتیش قرار دارد. در همین حال بنا به اطلاع رادیو آزادی رستم نظرов پدر عمرعلی نظرov در پرونده مرگ پسرش رسما به حیث جبردیده اعتراف شده است. در این باره مقامات کمیته تفتیشاتی سنت پترزبورگ 3 دکبر به رسانه‌ها خبر دادند. همچنین میباید گفت قبلا جریان تفتیشاتی مرگ عمرعلی 5 ماهه از تاجیکستان در شهر سنت پترزبورگ روسیه تحت نظارت شورای فدراسیای این کشور قرار گرفت. سود شهر سنت پترزبورگ روز 12 نوامبر عریضه شکایتی مادر عمرعلی نظروی 5 ماهه از بالای قرار خارج کردن او از قلمرو روسیه را رد کرده. زرینه آخر ماه نوامبر با جسد پسرش از روسیه به تاجیکستان آمد.